این کارش اشتباهه. کدوم کارش؟ همون که گفته رخت خوابم باشه. آفرین سنا، بارکالله منم. بفرمایید نگاه کنید خجالت. سلام، کوچیک همتون حامد تبریزی ام. من فدای پدر مادرها بشم. این برنامه هم مخصوص پدر مادرهاست. به افتخار همه پدر مادرها به دست میزنیم. نفر اول رو دعوت میکنم که استارت این برنامه خفن رو بزنیم. به افتخار چه دست بزنیم؟ بفرمایید. خیلی وقتتون بخیر. قربون شما برم. خودتون رو معرفی میکنین؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. من میلاد عمودیان هستم، 43 سالمه. ازدواجم نکردم، تا حالا مجرد بودم. درست. شغلتون چیه آقا میلاد؟ من سوپر استار. سوپر استار؟ بله، سوپر استار سینما. بنا به شرایط شغلیم به هر حال امکان داره که هر ماه توی شهری باشم. درسته. فیلم بازی میکنین؟ بله. تا حالا چه فیلمایی بازی کردین؟ فیلم که زیاد بازی کردیم، چند تا فیلم توی هالیوود داشتم، بعد کارهای تبلیغاتی توی هالیوود کردم. عرض خدمت شما که الانم در خدمت سینما ایران هستم. بله. آخرین فیلمی که توی ایران بازی کردین؟ آخرین فیلمی که بازی کردم شوگر ددی و شوگر مامی. کجا پخش میشه این؟ قرار پخش بشه، هنوز پخش نشد. مجوز میگیره؟ انشالله که میگیره. درآمد ماهیانتون چقدره؟ والا قابل حساب نیست. من چون یه بخشی از سهام شرکت‌های خودروسازی رو دارم، نمیدونم تو حسابم چقدر میاد. بستگی داره که چقدر پول بریزم به حساب شرکت. من خانوما رو یادم رفت معرفی کنم. معرفی کنیم در حضور شما؟ ممنون میشم ازت. عزیزین. سلام عرض شد. خودتون رو معرفی میکنین؟ من زهرا ابراهیمی هستم. چند سالتونه؟ من 57 سالم. 57 سالتون. شغلتون؟ خانه‌دارم. خانه‌دار. مجرد؟ بله مجرد. شما خودتون رو معرفی میکنین؟ من فریبا فوزونی هستم، خانه‌دار، 49. 49 سالتونه. مرسی. شما خودتون رو معرفی سحر میکنین؟ حیدری هستم، خانه‌دار، 52 سال. مجرد هستین؟ بله. شما خودتون رو معرفی میکنین؟ من این جان فاطمه علی جانی، فرزند یونس علی صادر از تهران، در لس آنجلس تحصیلات عالی دارم. بسیار عالی. تحصیلات عالی. بله. و مجرد هستین؟ بله اگه خدا بخواد. چند سالتونه؟ من 55 سالمه. 55 سالتون. بله. مرسی. شما خودتون رو معرفی میکنین؟ مهین دقیقی هستم. بله. بازنشسته هستم. بله. چند سالتونه؟ 70. 70 سالتونه. ماشاءالله. شغلتون هم خانه‌دار؟ بله. مجرد. بله. شما خودتون رو معرفی میکنین؟ فریبا رضایی هستم، 53 سالمه، خیاط هستم. دوربینای ما نگاه کنیم. بله. خب فریبا رضایی هستم، 53 سالمه، خیاطم. خیاط. مجرد. مجرد. به افتخارشون یه دست بزنید. من صدای بعضی خانوما رو زیاد چون نشیدم متوجه نشدم فامیلیشون و سنشون رو. سنشون همون اولوچ 50 تا 70 دیگه. حالا خیلی هم عالی. عزیزین. عاشق شدین؟ عاشق که نشدم، ولی خب قاعدتاً دنبال خانومی هستم که بالای 50-60 سالش باشه. دوست ندارم بچه داری کنم. خودتون چند سالتونه؟ من 43 سالم. دوست دارم مادری کنه برای من. بعد یه چیزم هست، هم دیگه رفتیم بیرون، دوست ندارم کسی نگاش کنه. دلیل ترکوندنتون چی بود؟ آخه اول خودش اینقدر کشید بالا، من این کارم نقش بازی کردم، فلانجا بودم. حالا دوباره اشتباهات. چرا ربطی به انتخاب همسر داره؟ چرا دیگه؟ اول خودت اینقدر کشیدی بالا، گفتی من بالام، الانم بالام. دوست دارم یه خانمی انتخاب کنم که 60 سالش بشه، 80 سالش بشه. یعنی تا الان ازدواج نکرده باشه، مجرد باشه، فردا نگه ای بچه‌م نمیدونم جهاز میخواد، یعنی اونی که پسرم ماشین میخواد. از خود متشکری تو؟ نه متشکرم. بله که متشکرم. زحمت واسه همسرتون میخواین چقدر هزینه کنین در ماه؟ هر چی که بتونم هزینه میکنم. چقدر مثلا؟ گفتم که من درآمدم مشخص نیست. من یعنی هر چقدر 51% سهام شرکت خالی بنده ها. بابا، این به درد زندگی نمیخوره. شما اینجوری تصور کن، این همه خانم تو این دنیاست، یکی کمتر. همینو داشتیم. اصلا مهم نیست که بیان زن تو بشن. البته اینم بگم من دنبال یه نفر نیستم چون من توی این شهر تو اون شهرم، بعد تو هر شهر مثلا یه ویلا دارم، یه خونه دارم فلان. دوست دارم از شهری که میرم برها تنها نباشم.
خب با یه نفرم میتونین همه شهر رو بریم بچرخین. والا پس کارهای خونه رو کی انجام بده؟ آقا این از خود متشکریم، به درد زندگی نمیخوره. بهتره کنید الان باید به دهن بزرگتون بیاد. خانم نه شما خیلی به ممنون. همین خیال باش که کسی زن تو بشه. آقا میلاد خراب کردی همینه که من تا الان مجرد موندم دیگه. و خیلی خوشحالم که به هر حال تا الان کسی رو انتخاب نکردم که بخواد زور بالا سرم باشه. همیشه من باید چیره باشم. من تنها به من دنبال اینم. نظر شما همه چیه؟ اینا راجع به آقا نظر میلاد؟ من اینه که این نمیتونه زن نگه داره. فقط ترشی نخور یه چیزی بشی. نظر شما نمیتونه نگه داره. نمیتونه. شما نظرتون راجع به آقا میلاد چیه؟ من اصلا خوب به نیست. درد هیچ چیزی نمیخوره. اصلا خوب نیست. شما دیگه من که دیگه گفتی. گفتم دیگه گفتنی ها رو. شما نظرتون چیه؟ ما قبول نداریم. قبولشون نداریم از هیچ بابت. اگه قبول نداشتی بادکنات که تو این نمیترکوند. خودت باید برای میترکوند. اینکه اجازه نظرش نداد. بدم. نه شما چی؟ شما اختیار خودت چون هم دوست نداری. ندارم. اختیار بادکنک دوست خودت هم ندارم. نداری. چه برسه اختیار توی شهر زندگی. و شهر میره واقعا برای همون من مجرد سخته. دوست بگرده دارم یکی بهتر. کنارم باشه دارم همیشه. لذتشو میبرم. چرا دوست که نه؟ ندارم هم جنس نمیخواد خودم زندگی. نصیب شما بشه. برو همون علافه آقا بگم. میلاد نظرتون راجع به خانوما چیه و حرف آخر رو بزنین. خودشون رو مشخص کردن دیگه. من اومدم انتخاب کنم ولی خب آخ 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 آخ. مرسی خیلی خوش. به افتخار آقا میلاد یه دست بزنید. خیلی موفق خوشحال باشید. شدم عزیزی. تو قربانتون. همین سن بمونید انشالله که یکی پیدا بشه. میمونی. آه میلاد همه کنسل کردن. آخرین کارت کجای هندوستان بود؟ من آخرین روزی که توی بمبئی بودم داشتم فست فود می‌خوردم. مشی تو که هالیوود میری اصلا اونجا زن انتخاب می‌کردی دیگه. اومدی اینجا 50 ساله ترکوندن تا 80 ساله. چه خبرته؟ گفتم تولید ملی. ما هم گفتیم بیام تو ایران. ولمون کن. آره. ولمون کن. بین همه جای دنیا هست. آخرین فیلمت کی پخش میشه؟ فکر کنم تا 20 روز دیگه احتمالاً مجوزشو بگیره. انشالله اون کنسل نشه، فیلمش هم پخش بشه. خیلی مخلصیم. فدات شم. آقا بریم نفر دوم بهتون معرفی کنم با صدای دستای دوستان عزیزم. افتخار خودت. تشریف بیارید. سلام علیکم. کوچیک شما خودتون معرفی معرفی کنید. شهسواری هستم. بله. سرهنگ بازنشسته ارتشم. خیلی مخلص. تنازی 28 میلیون تومان حقوق میگیرم. ماشاءالله. یه خونه هم دارم، یه آلونک کوچیکی دارم. اجاره خونه اینا میگیرم. حقوقم اینه دیگه. حالا یه همدم میخوام هم دیگه. ماشاءالله. باشه تشریف میاد یکم باشه. نزدیکتر. چند سالتونه؟ من 65 سالمه. 60. خدا سلامتی بهتون بده. عرضم بخاطر مجردین؟ والا مجرد نه، خانوما میخورد مریض حاله. 10 سالی هست یه بالاخره این خواهر برادر شدیم ما. حالا یه همدم میخوام که نه که بیاد مثلا کلفتی نکنه. البته تو اون یکی خونم میبرم اگه یکی منو پسندید. یعنی به عنوان همسر دوم دیگه. بله همسر دوم. عرضم به خدمت شما که عاشق شدین؟ عاشق فال 16 سالم بود. عاشق این خانم من دختر داییمه. من شب خوابیدم بعد خواب دیدم این چینو. یه گل آورد داد به من اونجا عاشقش شدم. تقریبا 17 سالم بود. میگم که رفتم گرفتم دیگه. درسته. با ایشون ازدواج کردم. برای همسر آینده‌تون بله. چقدر وقت میذارین در هفته؟ هر چقدر ایشون بفرمایه. من هیچ فرقی نمیکنه. برای من بیکارم دیگه. حقوق بگیرم هر موقع بگیره، هر موقع دوست داشته باشم من هستم با ایشون. خانومتون خسته است. خانم دومی که میخواین بگیرین میگه که بلند شو کار کن، ظرفا رو بشور، غذا. هیچ ایرادی نداره. من زنجلیلم. خونه قشنگ کار میکنم، همه کارا رو انجام میدم رو راست. بله. بعد وقتی تو لحظه اول یک خانومی مورد پسند شما قرار میگیره، تو اون نگاه اول چه چیزی شما رو جذب خودش میکنه؟ من دوست دارم شکل بازیگرای قدیمی باشن. چون خودم از بچگی تو عشق این چیزا بودم. بچه بیار یکم نزدیک‌تر. من میرم اونوری. آره. خب یکم شبیه بازیگرای قدیمی باشه همین. الان کدوم یکی از اینا شبیه بازیگر قدیمی؟ مثلا دومی شبیه هستن. کدوم دومی؟ ایشون توسی پوشیده. آها ایشون. یعنی بقیه مورد پسند شما نیست؟ هستن، حالا همشون فرق نمیکنن ولی حالا فرق نمیکنه. بله. شما نظری نداری خانوما؟ همشون شما نظر؟ آقا این آقا میتونه منو نگه داره؟ من چون که لباسم باید بره اتوشویه. خونه باید غذا همیشه آماده باشه. باید همیشه یه پرستار بگیری که خونه کار کن.
شما پرستار براشون میگیرین؟ پرستار بخواد میگیرم. ایشونه مثلا ایشون منو پسندیده؟ من دومی رو پسندیده بودم. ولی اون خانم که طرف مادر بزرگ منه که اینجای مادر بزرگ منه که داره میترسه. اصلا من قبول نمیکنم شما رو. کی داره قبول میکنه آخه؟ شما اگه وفادار بودی باید به همون خانه اول زندگی میکنی. بفرمایید بگین شما. با یه حقوق بازنشستگی 28 میلیون تومان مگه میشه زندگی دو تا خانواده رو بچرخونی؟ هم دارم درآمد چیزی. بله گفتن یه شغل دیگه دارم، یه خونه دارم ازش اجاره میگیرم و اینکه یه حقوق بازنشستگی هم داشتن. شما شاید نشنیدین. شما بفرمایید. شما نفر دوم بفرمایید. میگم که اول اینکه باید با همون خانم اول زندگی کنی، وفادار باشی. بعدم یه خورده شما الان وضع خودت نمیتونی مرتب کنی، میخوای بری زن بگیری. شما نظر نداری راجع به صحبت؟ لباست اول مرتب کن، کج کولت پوشیدی. دقیقاً الان نظری نداری راجع؟ نه والله چه نظرشون از چه. دقیقاً الان از تیپش خوشمون نمیاد. بچه‌ها فقط به نوبت صحبت کنین که ما صداهاتون رو بتونیم داشته باشیم. بفرمایید. من نظر خودم رو بخوای والا ایشون کیس خوبی نیست برای زندگی. ایشون باید وفادار بمونه بازم برای خانومش. همون که گفتم زن دوم میخوام بگیرم به خاطر همون میخواد بگه دیگه. بله. شما الان بادکنکتون رو نگه داشتین. درسته. سوالی دارین ازشون؟ اصلا به سر وضعش نمیرسه که این میخواد زن بگیره. این به سر وضعش نمیرسه میخواد زن بگیره. برو دور سر اون خانومت بگرد. اول آخرم همون میمونه برات. خیلی مخلصم. دستبوس شما محبت کردید. آقا به افتخار عموی عزیزمون یه دست بزنید. مرسی. محبت کردید. بفرمایید. مرسی. چون نختی شدی؟ استش درازه. چطور مگه؟ هیچی آقا من بودم آقا نصرت علی 500 رضا فرصت. آره اونا خیلی بودیم. کریم آقامون هم بود. کریم کدوم کریم؟ کریم آقا من گل میشناسیش. آره از ما از که بریم دواخریتون. آقا چرا کنسلت کردن؟ منو؟ آره دیگه همه بادکنک‌ها ترکوندن دیگه. نمیدونم نپسندیدن دیگه. نپسندیدن. خوشگل هنری بکماوردی چی میخوان دیگه؟ اون تیپ بکماوردی رو نمیخوان. ها نه خودم به بزرگش کردم، خودم گنداغش کردم. اینا چه میدونم بک چیه؟ قدر بک چه میدونن کیه؟ من فدای تو بشم الهی. قربونت برم، قربون شبل ماهت. ها نه اصلا خود بک خیلی نوکرته آقا، خیلی لذت بردی. همین دیالوگو میگفتید کنسل نبود. خیلی مخلصیم آقا. مرسی. قربون شما. مادرای ما که دیگه سختگیر نبودن، الان تو این برنامه الکی دارن سختگیری میکنن. بابا تو رو خدا با یکی اوکی بشین دیگه. به افتخارشون یه دست بزنید. نفر بعدی تشریف بیاره. بفهم. خیلی خوش اومدین. خودتون رو معرفی میکنین؟ من فرشید آزاد خواننده هستم. به شغلتون خوانندگیه؟ بله. منبع درآمدتون خوانندگیه؟ بله. ماهی چقدر؟ دیگه 30-40 میلیون رو داریم دیگه. کنسرت میدیم بالاخره این ور اون ور. بالاخره کنسرت. بله چه خواننده کارش کنسرت دیگه. اسمتون چی بود ببخشید؟ فرشید آزاد. آقا چند سالتونه؟ 55 سال. آقا فرشید عزیز تا حالا عاشق شدین؟ بدون عشق نمیشه زندگی کرد، به عشق باید همیشه بندگی کرد. سلام بر عشق، سلام بر عشق، سلام بر عشق. دمتون گرم. مرسی. مجردین؟ بله. برای همسر آیندهتون چقدر میخواین وقت بذارین؟ چقدر میخواین هزینه کنین؟ یه زن میخوام ناز باشه، همدم و همراز باشه، قدش کمی بلند و لباش کمی لوند باشه. شبا تو رخت خوابم نازم کنه بخوابم. اگر بشه چی میشه؟ دنیا چه زیبا میشه. بکنم مشکل داشتم با شعرتون. اصلا مهم نیست. شعره انگار خیلی بد. شما از همون ور نفر اول چرا ترکوندین؟ برای اینکه نمیدونم چی بگم، چجوری بگم، خوشم نیومد. خوشتون نه؟ قد بلند میخواد، خودش اصلا قد بلند هسته. این هم خوشش اومده هم خوشش نیومده. با دست پس میزنه با پا پیش میکشه. میگه شما قد بلند خواستین تو شعرتون، خودتون قد بلند نیستین. بالاخره من که قدم بلندتر از اونه. نه خیر همچین هم نیستش. کفش پاشنه بلند پات کردی. باشه خانما با همیشه کفش پاشنه بلند پاشون باشه. نفر دوم چرا ترکوندین؟ من از صحبتاشون خوشم نیومد.
درست. آخ جون که خوشش نیومد. چرا؟ دنبال همونی میگردم که خوشش نمیاد. نه بابا به دلم نشست بعضی صحبتاش، اما شعر خوندنش خوب بود. دوست داشتی؟ بله. در مورد عشق صحبت کرد. بله. درسته. تو نگاه اول کسی که به دلتون میشینه چه چیزیش برای شما جذابیت داره؟ گفتم که دیگه اون شعر رو؟ آره دیگه توی اون هزار چی در میاد. 1000 تا چیز در میاد دیگه. بله. یه زن میخوام ناز باشه، شبا تو رخت خوابم نازم کنه بخوابم. آقا با اون قسمت رو شما آره دیگه حالا همدم و همراز باشه. شما سوال داری ازشون؟ این کارش اشتباهه. کدوم کارش؟ همون که گفته رخت خوابم باشه. خوشتون نیومد؟ نه. کوچه رو پاک کنه نمیشه. شما سوالی دارین ازشون؟ بله. بفهمید. چون اینه ایشون که گفتش که من قد بلند میخوام، شاید اصلا قد بلند نشد، کوتاه بود. اون باید چیکار کنم؟ اون باید چی بشه؟ سوالا رو شما بعدا میفهمید چی گفته. خب بعضی اولش میگن نه، ولی بعدا پی میبرن که من چی گفتم، بعد خودشون زنگ میزنن میگن. شما سوالی دارین ازشون؟ والا من از نظر خانه‌داری، من اصلا خانه‌داری بلد نیستم. شما مشکل ندارین؟ مشکل نداره. من خودم جورشو میکشم. اصلا میگم از رستوران هر شب غذا بیارن برای کنسرت که با من بیاد با همه آشنا میشه، منتش هم میکشم. کنسرت اوکیه؟ مسافرت هم اوکیه؟ خب بالاخره من وقتی باید همراهم باشه دیگه. اوکی شما؟ بله. بادکنکو نمیتره کنی؟ من به شما یه سوزن میخوام بدم. این سوزن هم اینجاست. الان مرحله ایه که شما باید بادکنک خانمو بتره کنین یا نتره کنین. اگه بتره کنین حذف شدن ایشون، اگه نتره کنین یه بار دیگه با هم دیگه انشالله برین کافه و با هم صحبت کنین تنهایی. حالا یه بار بریم امتحان کنیم ببینیم چی میشه. نه به افتخارشو یه دست بزنید. بفرمایید. شما هم بفرمایید دیگه. بله مرسی. اوکی نشه به افتخارشو. بزن به افتخارش. مبارک ها باشه. به دو کبوتر، دو گل نوشکفته. آقا 6 تایی اومدی هر شب بیرون غذا میگیری؟ زندگی بهتر از این نمیشه. نه یه جا گفتی هر شب بیرون غذا میگیری واقعا؟ آره بابا ما کجیبمون نمیشه. الان داغی متوجه نمیشی. بابا ما این همه سال دیگه اما داغی گذشته. مبارکتون باشه. سرخانم مبارکتون. خیلی به هم میاد. مسئله ما انتخابه بوده. جون اصلا ببین ریختم، اصلا دیدمتون. قرار نیست که ما همش بریم خواستگاری. 100%. بذار دیگرون هم خواستگاری کنن. بابا همه کنسلاشم میگه. حالا یه دو بنده خدا. آره. میگه آفاق گردیدم بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. مبارک آقا. مبارک باشه. با صدای تشویقاتون میریم واسه نفر بعدی. بفرم. خیلی خوش اومدید. خودتون رو تشریف بیارین اینجا. خودتون رو معرفی می‌کنید. بنده عبادالله زاره هستم. بله. بازنشسته. البته ملکم دارم. ملک به اصطلاح خونه می‌خریم می‌فروشیم. بله. از سر خدمت شما که املاکی هستین. بله املاک هستیم. اصلا من برای انتخاب نیومدم. بله. برای انتخاب شدن اومدم. به. یعنی اومدین که یکی شما رو انتخاب کنه. انتخاب کنه. بله. عرضم به خدمت شما درآمدتون چقدره؟ درآمد بد نیست. یه موقع تو یه ماه 30 میلیارد 40 میلیارد 40 میلیارد. بله. ماشاءالله. تو تهران سازندگی میکنین؟ همه جا هستیم ما. ماشاءالله. شما مجردی یا متأهل؟ بنده متأهلم. متأهلین پس اینجا چیکار میکنین؟ جان اومدم انتخابم کنن دیگه. دلیل ترکوندنتون چی بود؟ خیلی از خود متشکره، از خود راضیه. چرا خانم؟ بلکه میگه اومدم انتخابم بله بکنم. اومدم انتخاب کنم. یعنی چی؟ بله. همچین چیزی وجود نداره. چرا؟ شما باید انتخاب کنید. وجود نداره. قشنگم داره. نه. بله. اینقدر از خود متشکر نباش. خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که تا حالا عاشق شدین؟ من اینجا داشته باشم شما رو. بله. عاشق شدین؟ بله. بهش هم رسیدین؟ نرسیدم متاسفانه. نرسیدین. چرا؟ جان؟ برای که میگن نرسیدم بهش.
چه ربطی داره دیگه؟ اگر عاشق بود دوباره دنبال یه زن دیگه نمیرفتش. آفرین. اگر متحد به زن اولشون بودن نمیرفتن دنبال یکی دیگه الان بگردن. خب شما چرا اومدین برای انتخاب؟ خب من مجرد هستم. مجرد هستی؟ دنبال یه خب کیس منم مجردم دیگه. آخه شما الان میگی متأهلم. متأهل بودم الان نیستم. آها متأهل نیستی؟ نیستم. آفرین سنا بارکالله منه. احسن منه. یخ نه بابا. شما سوال دارین ازشون؟ آخه این آقا خیلی بالا گفت این همه درآمد داره زنو میخواد چیکار؟ میتونه زندگی کنه یه پیش خدمت هم بگیره خونه‌شون. سنش که بالاست. پیش خدمت آره دیگه. خدا زن و مرد واسه هم آفرید. من همه چیز واسه خانومو من میگیرم واسه کار کردن تو خونه. این دروغگویه. بله. دروغگویه؟ آره تو دروغ میگی. علت خالی بندای. خالی بند. بله خالی بندای. آها بلندم باشم ما ولمات آخه. دیگه که من با اینا نمیتونم کل کل کنم. اینا خیلی بعدای سرت من هستم. میخوای کل کل کنی با هم دوتایی جواب کنیم. من حامی آقایونم. البته حامی خانوما هم هستم به افتخار مادرها و خانومای سرزمینمون. یه دست بزنین این سرزمینمون. عرضم بخدمت. نمیشه حرف شد. بله واقعا. به رستم گفته بودن که تو هم از زنت میترسی. گفته بود من کشیده‌ام. تو من مرد نیستم. اونم گفته بود منم میترسم. شما سوال دارین ازشون؟ خیلی خوشم اومد ازش. جان؟ ازش خیلی خوشم اومده. سلامت باشی. خواهش می‌کنم. نظر شما چیه؟ خیلی لطف داری. جان؟ خیلی لطف دارم. خیلی لطف دارم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم واقعا. خواهش می‌کنم. بفرما. نگاه کنید خجالت بکشین. تو خجالت بکش. نه دیگه خجالت بکشین. از شما جوان‌تر، از شما مامان‌تر، از شما خوشگل‌تر. مبارک باشه. برو. مبارک باشه. برو. مبارک باشه. دست نزنید. او ببر. نه دست نزنید. تاچ نکنید. ببرید. ببین. جدی ندید دادا سنت چقدر خیلی فشار اومده بود بهت. کجا داشتی میرفتی؟ شما بیا اینجا یه خورده خطری ببخش من اینجا وایسم. عجله نداریم که ما حالا بذار دیت بعدی. خیلی ممنونم. خیلی مردی. خیلی آقای. خدا وکیل 100 تومن میدم. اصلا عشق 60 کیلو عشق اینجا وایساده. خیلی به هم میای. فدات بشم. مبارکتون باشه ان شاءالله. فقط یه خورده با گارد برو جلو. خب مبارکتون باشه. ما بریم حالا دیت بعدی. یه خورده این کارا رو نکن. ببین جنتلمن هستی که هستی ولی قول زدن خوب نیستش. آره؟ فدات شم. خدا رو شکر میکنم تعدادتون یکم کم شد. داره نشون میده که یختون داره آب میشه. آره به افتخار نفر بعدی یه دست بزنین. بفرم. خودتون معرفی میکنین؟ من علی نقیلو هستم. بله. اصلیتم آذربایجانی هستش. بعد همسر اولم هم دوست داشتم، ازدواج کردیم ولی به خاطر مریضی فوت کردن. الان میگه میخوام که تو زندگیمون شریک بشه اگه خدا بخواد. خدا رحمتشون کنه. شما شغلتون چی بود؟ شغل من کلا در رابطه با چاپ هست، واردات دستگاه چاپ، صحافی، بعد دستگاه خود چاپ هستش و لیتوگرافی، دستگاه‌های لیتوگرافی هستیم. درآمدتون چقدره؟ 6 تومن به بالا هست. 6 میلیارد. به. چقدر برای همسر آیندهتون وقت و هزینه میکنین؟ والا وقت قول نمیدم ولی هزینه رو تا اونجایی که بتونم رو چشم در خدمتشون وظیفه‌مو میذارم. دم شما گرم. میگم اگه یه روزی اومدی تو خونه دیدی خانومت داره با یه آقا چت میکنه، مطمئن باشید اون برخوردی که لازمه یک آقای منزل بکنه باهاشون من انجام میدم. نه مثلا تندی که باید روبروشون باشم من اونو پیاده میکنم، اجازه نمیدم این چیزا تو زندگی شراکت بشه. 100%. دست بزن دارین 100%؟ اگه بخواد با یه آقای چت بکنه. فکر کنم خانوما خوششون میاد از دست بزن. مردی که دست بزن داشته باشه به درد زندگی نمیخوره که. با یه آقای دیگه اگه بخواد دست بزنه بالاخره دوست اجتماعی هستش. بالاخره
چت بکنه آدم خب باید درست با دوستاش نیستش صحبت کنه. با آقای دیگه بخواد مگه چت شما بکنه. با یه خانمی نمیتونی صحبت نمی‌کنی؟ نه وقتی که دارم یه شریک میارم تو زندگی اجازه نمیدم که من خودم چت بکنم با یه خانم دیگه جلوی چشم شما مثلا اونم چت بکنه. خب چرا یه طرفه به قاضی میری؟ قضاوت نکن، زود قضاوت نکن. شاید با پزشک مربوطش داره چت میکنه برای درمان. پزشک مربوطه که آقا نیست، خانومه پزشک مربوطه تو زندگیش. ما این همه پزشکای مرد داریم. راست میگه، اینو من اشتباه کردم. اگر پزشک زانو درد داشتی پزشک بده، اگر توضیح بده اون موضوعش فرق میکنه. ولی به خاطر بخواد بیاد مثلا توی زندگی ما با یه مرد دیگه بخواد چت بکنه، نه که چیزیه وضعیت. برگشتی به حرف اولت، من میگم با پزشک مربوطش داره صحبت میکنه. خب متوجه شو. فرق میکنه. نه من گفتم چی؟ میفهمه که این با پزشک داره صحبت. تلفن باید صحبت کنه. نه حالا چت هم بکنه، تلفنی مشکل نداره، ولی با پزشکش مشکل نه. ولی با یه مردی که من متوجه بشم اجازه بدم باید اول باید بدونین که با کی داره صحبت میکنه، بعداً قضاوت زود نکنین. من نگفتم قضاوت زود میکنم، همچین صحبتی که من گفتم اگر ببینم با یک آقایی داره چت میکنه من برخورد میکنم. شما بفهم. باید توضیح بده خانمو که ببین با کی حرف میزنه. خود پدر مادر تو بیامرزه. فردا شما ازدواج کردی، خانومت میخواد با دوستای خانومش بره مسافرت، شما اوکی هستی؟ اوکی، مشکل نداره. میخواد بره آنتالیا ترکیه، مشکل نداره، میتونه بره آنتالیا ترکیه با دوستای خانومش بره. من خودم با دوستان میرم. کسی که انقدر سختگیری میکنه برای یه دونه تلفن صحبت کردن، برای تایلند میخواد بره. شما خودتون جلو چشتون قبول میکنید من چت کنم با یه خانومی که داره میاد تو زندگی من؟ قبول نمیکنید. پس انتظار نداشته باشید. آقا حرفشون ضد نقیصه. من اصلا نه بابا، برای چه حرفش تو یه خط داره میره جلو؟ که دارم من همون اولم بهتون گفتم چت آقا. نظر من خیلی عالیه که این آقا راستشو گفته، این حقشو گفته اگه خانمم با یه نفر حرف میزنه با گوشی چت کنه من با اون چیز نمیکنم، حق داره. شما چی سوال دارین؟ نه درست گفتم، حرفشون اینا هم درست. من دیگه سوال خاصی ندارم دیگه. شما سوالی دارین از خانمایی که بادکنک دارن؟ خب شما مورد علاقه هستین؟ نه. شما؟ نه آقا خیلی محترمه حرف زد. نه میگه میگه منو میپسندی؟ آره دیگه. آره پسندیدین ایشونو؟ بله حرفش درست بود. نه میگم بادکنک رو نگه داشتین با هم اوکی میشه دیگه. آره دیگه. باشه من مبارکت باشه. من یه سوزن به شما میدم. شما میتونی هم بتره کنین هم میتونی نتره کنین، حالا دست خودتونه دیگه. بفهم. من ما یه کسی میخواستیم که تو زندگیمون واقعا بیاد مثلا با هم باشیم، ایشون قبول کردم. یعنی اوکی نمیتره کنین، به افتخارشون دست بزنین. بفهم. مبارک. خسته نباشید. شما ماشاءالله خیلی گوگولی، خیلی خانم دوست داشتنی، خیلی من اصلا دوست نداشتم الان از شما خداحافظی کنم، ولی دیگه برنامه اینطوری پیش رفت. ممنونم. علی آقا من اگه زنت بشم منو با چی میزنی؟ با گل میپاشم رو صورتت. من نوکرتم ولی شوخی کردی، گفتی من نمیزنم. من به زن نیستم، دست به زنم ندارم، ولی گفتم در صورتی خیانت تو زندگی آفرین. اون که اصلا آره دیگه، هر مردی این کارو بکنه. هر مردی هم فکر نمی‌کنم قبول کنی، چه زنی چه خودش بخواد خیانت تو زندگیش. علی آقا چطور بودن؟ چطور دیدیشون؟ نه خیلی آقاست. اصلا احساس کردم به دلتون نشست یهو اصلا باقریته. مرد باید باقریت باشه. الهی دورتون بگردم. بزنید دست قشنگ. میگم داریم به آخرای برنامه میرسیم، اوکیشین دیگه. به افتخار خودتون دست بزنید، نفر بعدی تشریف بیاره. کوچیک شما عزیز منی، خیلی خوش اومدید. سعید خرم هستم. بله. کارخونه چرا بافی دارم. برند معروفی هم هست. بالاخره پرسنل مثلا زیاد داریم و مشغولیم بالاخره. چقدر درآمدتونه آقا سعید؟ حالا 300 400 میلیون. کارخونه بیشتر از این حرفاست. فکر کنم به خاطر مالیات داریم. دیگه آره دیگه. متأهلین؟ متأهل بودم. بودی؟ ولی خانومم رفت که برگرده، اون خواهرش خارج بود، دیگه برنگشت. آخه آقا سعید فرزندم دارین شما؟ فرزند بله. چند تا؟ 2 تا.
2 تا. خدا ببخشه. بعد متأهلن دیگه فرزندا. بله. پس تنها توی خونه بله مجردی. خونه مجردی داری؟ نه بالاخره منظور تکم. تنهایی. که بچه‌ها مثال میزنن ولی تشریف بیان یکم نزدیکتر. میگم تا حالا عاشق شدین؟ خانم ببخشید. عاشق شدیم که بله دیگه. عاشق شدیم و ازدواج کردیم و بالاخره. پس به عشقتون هم رسیدین؟ دیگه بالاخره بله، ولی خب اون دیگه رفت دیگه نیومد. واسه همسر آیندهتون چقدر وقت میذارین؟ چقدر هزینه؟ زیاد. هفته چند روز؟ بالاخره در طول هفته هر موقع دوست داشت. چقدر هزینه میکنی؟ هزینه دیگه با خودشه دیگه، چون دیگه کارت مارت رو ببینن به خودش. همسرتون من قبول میکنم. من آره همسرتون طلا دوست داره میگه یه لحظه خانم همسرتون طلا دوست جریان چیه؟ نمیتونه. همسرتون طلا دوست داره. طلا بهش میدم. طلا میخری؟ مخلصم هستیم. مسافرت اصلا پول مال خودش، همه چی مال خودش. میخواد با دوستاش بره ترکیه، بره دیگه حالا بره، ولی خب برگرده ها. برگرد. آره مثل قبلی. آره. خانوما سوال دارین ازشون؟ من انتخابشون کردم. من انتخابش کردم. برو بابا. سوال نداری. شما نظرتون چیه؟ نه خانم یه لحظه شما نظرتون چیه؟ اینا با هم دعوا دارن. من اصلا قصد ازدواج دیگه ندارم. قربون تو برم که به نفع ما رفتی کنار عزیزم. خب شما رفتی پس اوکی. من ایشون از کادرم خارج شد. آقا سعید بودین درسته؟ بله. من به شما یه سوزن میدم. بله. شما از این 2 تا خانم میتونید یکشون رو یه لحظه خانم خواهش خانم میتونید یکشون رو انتخاب کنید، میتونید جفتشون هم کنسل کنید. بفرمایید. والا شرمنده اخلاقشون، ولی خب بالاخره بفرمایید. نه کادو داری خارج شه همونجا بعد. نه شرمنده دیگه، چون ببین دیگه وقت نیست. شرمنده مال ایشونو بزنیم. نه مال ایشونو نزدیم. شرمنده. مرسی ممنون. از حسن انتخابت خیلی سپاسگزارم. با چنگ و دندون. هرچی اون خانومت برات وفاداری نداشت من برات وفادار میمونم. برات لایق باشم. همچنین من چهره‌تو که دیدم میدونستم که مرد انتخاب من هستی. خیلی خوشحالم که شما رو امروز زیارت کردم. خیلی نامردی. اینو خدا برای من آفریده. اینو خدا برای من هدیه داده. ایشون برای تو هم یکی قسمت میشه. داداش نداری؟ نه. حالا تو فامیل تو مثل خودت آدم خوب نداری؟ من از کار خارج شدم اینا با هم صحبت کنم. حالا خواهش دارم بیدن گز tap buna bir tane ver. Hala sekteler, üzünden. O Alina yazıp ben Türk'üm. Yaşasın Türkler. Baba sen kimsin Allah? Ben çehre şناسم. تشخیص هویت آنچنان وارد. ای ساو. برای تو هم یکی خودم پیدا می‌کنم. میرم تو بازار. خودم حالا زیاد درگیر نشید بابا. بازاری برات پیدا می‌کنم. من خودم دوستش داشتم. خوشم اومد ازش. نه دیگه. قسمت من میخواد بشه. من تو 15 خورده سبز میدون میرم برات پیدا می‌کنم. بریم وقت قول دادم من مهری هستم وفادارم. چشم حتما به دیده منت. افتخارشو یه دست بزنیم. بفرمایید خواهش. تو دیگه کجا میای؟ داریم میریم. برو اون دیگه پشت سر من نگیر. عمو جان جیم جمال تو مخلصی. کاف کمال تو یا علی می مرام تو. من یه سوال اونجا پشت سر داشتم میدم. اولیه رفت. آره دیگه متاسفانه من کفتر رفت برنگرده. قرار بیاد دیگه. حالا نمیدونم چی شد. جلدت نبود نه؟ زیر پاش خوندن چی شد بالاخره. امیدوارم ایشون جلدت بشه. نه مشخصه. موندنیه. ممنون از حسن انتخابت عزیزم. بهترین انتخاب. واقعا. یک. من خودم چهره شناسم. 100%. بله. ای بابا نشد که. بی وفا. تازه داشت با وفا میشد. بی وفا کجا رفتی؟ آقا بفهم. تازه داشت با وفا میشد. بعدی بادکنکا بهونه است. همون سعید برو بریم. برو که رفتی. اون انتخاب درست. بریم محسن. دادیم دیگه آقا تموم شد دیگه. اصلا میگم داریم به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. دیگه تموم شد. نفر آخره. دیگه تیری در تاریکی ببینیم چی میشه. به افتخار نفر آخر شرکت کننده از اون یه دست بزنید تشریف بیاره. شما چقدر آشناست. فدای شما بشه. جایی دیدن؟ نمیدونم والله. عزیزی در خدمتم. خیلی مخلصم. من کوچیک شما حامد تبریزی ام.
خودتون رو معرفی میکنین؟ من حمیدرضا روستایی هستم، دکتر داروساز و 45 سال سن دارم. ماشاءالله ماشاءالله. خدا سلامتی بهتون. درآمد میزان درآمد شما چقدره؟ من چون آقا کارخونه دارم تقریبا از اینجا تا اونجا، بعد درآمدم 5 میلیارد در ماه تقریبا. 5 میلیارد از کجا تا کجا؟ از اینجا تا اونجا. البته چون تحریم شدیم یه مقدار وضعیت خراب شد، الان تو لس آنجلس رفتم اونجا یه داروخونه زدم. تو لس آنجلس کدوم خیابونش؟ خیابونشو الان دقیقا یادم نیست. یکی خیابون 125. 125 بله. داداش من تو 124 سوپرمارکت داره عزیزی. چقدر برای همسر آینده‌تون می‌خواید وقت و هزینه بذارین؟ خب قاعدتاً خیلی زیاد. چقدر مثلا به چشماتم خیلی میاد؟ چقدر؟ زنده باشی. قربون شما. به هر حال اون چیزی که در توانم باشه براشون هزینه میکنم. درست. خانومتون اگه با دوستاشون بخوام برن مسافرت اجازه میدین؟ بله. حتما. بله. بعد اگه دوست اجتماعی آقا داشته باشن شما مشکلی ندارین؟ خب بستگی داره. بستگی به چی؟ اگر که آشنا باشه، کسی باشه که مثلا من بشناسم. تو مجازی با هم آشنا شدن. اونم باز بستگی داره. به چی دقیقاً؟ من باید باشون صحبت کنم ببینم مثلا چیه داستان. بابا با یکی داره چت میکنه تو این اینستاگرام، شما اگه باهاش صحبت کنی اوکیه؟ غریبه است. نه دیگه اونجا دیگه بعد ناراحت بشه. اونجاست که دیگه شما سوالی نداری؟ ولی من خوشم نیومد از سیبیلاش هم خوشم نیومد، از سیبیلاش خوشم نیومد. بعد اینکه اینقدر مثلا راحت بگه که تو مجازی هم با کسی دوست باشه. مرد باید یه ذره جذبه داشته باشه، غیرت داشته باشه، حواسش به خانومش باشه که با کیا صحبت میکنه. یه جوری دوست دارم غیرتی باشه. من دیگه قصد ازدواج ندارم، اینقدر همدیگه رو زدن اینا. شما دیگه قصد ازدواج نداری؟ البته من قصد جسارت ندارم، ببخشید شما سن مادرم هستین. در هر حال منم نمی‌خواستم که شما رو بله خیلی هم دلت بخواد. مگه ما سنمون چند ساله؟ خانم‌ها سنشون از 18 سال تکون نمیخوره. باید پادرمیونی کنه تا عاشق احساس جوونی کنه. سن یه عدده. حالا در هر حال به من نمیخوره دیگه. ما هم من پسندت دنبال این نفرم نکردیم. همسن سال خودم باشه. شما چند سالتون بود؟ من 45. 45. من 18 سال خورده. چند سال؟ من ورزشکارم هستم. هالتر سنگی میزنم 5 کیلو. 5 کیلو ماش. به افتخار دوست عزیزمون یه دست بزنید. خیلی خوشحال شدم. بفرمایید خواهش می‌کنم. برنامه تموم شد. شما هیچ کی رو انتخاب نکردین. دیگه ایدئالمون نبود. دیگه چیکار کنید دیگه. آقا من یه خیلی خود سخت مخلصم. پسندی. انشالله شما کیس مورد نظرتون رو پیدا می‌کنین. خیلی مخلصم. کوچیک همتونم. مرسی که تا این لحظه منو نگاه کردین. به افتخار تمام پدر مادرها یه دست بزنید. خب خسته نباشیم. سلامت باشین. خسته نباشی. من این خانم ملقب به من این کنسل کن. همه رو کنسل کردی که من این خانم. چرا؟ نپسندیدیم. تو قصد ازدواج نداشتم. بس اینا همدیگه رو زدن. دعوا کردن ما دیگه. از چشتون افتاد. هرچی ازدواج و هرچی دیگه ولش کن. آره. شما چی؟ بالاخره باید اونی رو که آدم دوست داره به جنگ براش. درسته؟ ما اونجا که بحث کردیم با اون خانم واقعا از اون کیس خوشم اومد. درست. دیگه اون ولی ایشون دکترا هم آخری هم بد نبود ها. نه خوشی کت شلوار. بله؟ قیافش خورده خوشم نیومد. دیگه بابا اخلاق مهمه دیگه. بعد سیبیلاشو چرا گیر دادی؟ مگه سیبیل بده؟ آره خب الان دیگه کی سیبیل میذاره؟ من الان سیبیل گذاشتم دیگه. نه من دوست ندارم. بابا 4 تا شیویت داشتی که چقدر داشت؟ یه جور میگی سیبیل کلا 2 بیل بود. خیلی مخلصم. خیلی خیلی خوش اومدی به برنامه خودتون. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. خداحافظ شما. من کنسل کن دیگه، کنسل نکنی ها. شاکر داداش. به داشتم یه داروساز دکتر یک بینول. چی شد کنسل کردن؟ خب به هر حال اگرم کنسل نمی‌کردن جای مادر من بودن. بابا ولمون کن حمید. آب لب و لوچد آویزون بود. همون که میگی جای ما همونو داشتی میپسندیدی. تو امریکا کسایی داشتن که بله یه بار دیگه بگو. تو امریکا کسایی بودن که می‌خواستن با من باشه.
آره کجای امریکا بودین شما؟ منهتن خیام 125. خیلی موفق باشی. ببین لیاقتتو نداشتم. مثلا این سیبیلایی که من ببینم آدم عشق میکنه. ببینم جون خیلی مخلصم. بفرمایید خواهش میکنم. آقا خیلی مخلصیم، چاکریم، فدای نگاهاتون که ما رو تماشا میکنید. بزن به افتخار خودتون.